چطور بچه‌ها؟ من رضا هستم. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. امروز اومدیم تو این ویدیو ریاکشن بریم به یکی دیگه از آهنگای آلبوم نوار مغزی از مهیار که فیت امیر خلوت و مسلک هم هستش به نام چی داره میشه، که یکی از فکر کنم طولانی ترین ترکاش هم از تو این آلبوم، 4 دقیقه و 6 ثانیه. خب قبل اینکه بریم سراغ موزیک بچه‌ها، چنلمون رو همین الان سابسکرایب کنید، لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه. بریم سراغ موزیک ببینیم موزیک چجوریه. خیلی ها تعریف کرده بودن از آلبوم مهیار. آهنگ فیت با شایش هم که تو ویدیو قبلی بهش ریاکشن رفته بودیم، خیلی خفن بود و خیلی هم حمایت شده از این آلبوم، خیلی ازش تعریف شده. آلبوم خیلی خفنیه مثل این که چی داره میشه. ولی اکولایزر خیلی خفنی درست کردم واقعا. ندیدم همچین سبکی از اکولایزر کسی بخواد اینجوری درستش کنه. بگیرم یقه کیو تقصیر منه همش. چی داره میشه. میبوسم لب تیغو تو خونه هوا خفست. چی داره میشه. میرن دورم همه سخت تحملم. چی داره میشه. تو چرم پر غمه هر روز تولدم. نفس تو این ششای اوراقم ساعتی یه بار جنون میاد. کراسش بود داره. کراسش مشکیه، وقتی فکر کنم خود خواننده میخونه سفید میشه. هر روز و چقدر آهنگ دپی هم هستش. کلا فکر کنم آلبومش دپ باشه. تولدم. نفس تو این ششای اوراقم ساعتی یه بار جنون میاد سراغم. دارم بدرقه میکنم جوونیمو بره. واسه من مهم نیکی کجاست و کجا هم. میزنم زیر گریه توی آینه زیر دو. نه اینجوری نیستش. مهم نیکی کجاست و کجا هم. میزنم زیر گریه توی آینه زیر دوش. شدم یه جغد مریض تکبر تیر پوش. با خودم دعوا میشه میزنم خودمو. عاشق خونم رو زمین و رنگ جیغ توش. خطی نباره مغز عصبی تمام شب. انگاری چرنوبیله سمی هوا شهر. همه شیشه ها خورد رو میز غذا سرد. اونی که زندگیم بود دیگه شد کلافه رفت. چی داره میشه. غذا سرد. اونی که زندگیم بود دیگه شد کلافه رفت. چی داره میشه. بگیرم یقه کیو تقصیر منه همش. چی داره میشه. میبوسم لب تیغو تو میبوسم لب تیغو. خیلی باحال بود. خونه هوا خفست. چی داره میشه. میرن دورم همه سخت تحملم. چی داره میشه. تو چرم پر غمه هر روز تولدم. چی داره میشه. همش صدا تو سر. امیر خلوت اومد داخل. ایول خیلی حال کردم با اکولایزرش واقعا. تو چرم پر غمه هر روز تولدم. چی داره میشه. همش صدا تو سرم میگه دیر داره میشه. سیگارت میشه آتیشه یه سیگار دیگه واسه تو از زمین. سرم میگه دیر داره میشه. سیگارت میشه آتیش یک سیگار دیگه. این سیگار رو مثلا با یک سیگار دیگه روشن کنی میشه آتیش اون سیگار. خیلی باحال بود این قسمتش. سیگارت میشه آتیشه یه سیگار دیگه واسه تو از زمین با آسمون میباره میره دیواره دیگه. جلو منگو رسیدم به چشمم خورد میشه تا میرسه یه چی دم دستم. با زمین و زمونه یه سر تو جنگم. انگا با شغال و طرفم یه تن تو جنگل. همه تن و روحم زخمه هر رو تو برزخ. تو بلا تکلیفی همسایه ها کلافن از صدا درگیری. انقدر تو آینه داد زدم سر خودم. نفهمیدم چی شدم همه چی زده شدم. اصلا انگاری خودم من میخوام بعد خودم و انگار بدم هم نمیاد بدم به تل دومم و یخ میزنم قبل از اینکه بشم با هم سرد. دیگه باورم نمیشه هرچی قول بدم به خودم و همیشه ریختم تو خودم. اگه برم الان نمیشه ساخت بس که شدم سر خودم خراب. چه ورس خفنی داره امیر خلوت. خیلی آهنگ حال میده. میزنم قبل از اینکه بشم با هم سرد. دیگه باورم نمیشه هرچی قول بدم به خودم و همیشه ریختم تو خودم. اگه برم الان نمیشه ساخت بس که شدم. همیشه ریختم تو خودم الان پرم. قول بدم به خودم و همیشه ریختم تو خودم. اگه برم الان نمیشه ساخت بس که شدم سر خودم خراب. چه نقشه هایی داشتم و همه شدم برا. آرزوهای روبروم همه شدن سرا. چی داره میشه جوابو کی میدونه که چرا تو غربتی انگار شبا که میری خونه.
که چرا قفل میشم ساعتا به نخای غالی، که چرا پر میشه روزم با یه نوار خالی. چی داره میشه بگیرم یقه کیو تقصیر من همش، چی داره میشه میبوسم لب تیغو تو خونه هوا خفست، چی داره میشه میرن از دورم همه سخت تحملم، چی داره میشه تو چرم پر غمه هر روز تولدم. چی سر این آدم اومده چی داره میشه که یه اتوبانو چقدر مسلک خوب شروع کرد. آهنگای مسلک رو من زیاد گوش نمیدم ولی کارش خیلی خفنه واقعا. چند تا آهنگایی که گوش کردم خیلی خفن بوده. پر غمه هر روز تولد. ببینیم تو این موزیک چیکار میکنه. چی سر این آدم اومده چی داره میشه که یه اتوبانو تو اتاقش پیاده میره، تم همه روزاش سیاه‌سفیده. چه آهنگی دپیه واقعا. اتوبانو تو اتاقش پیاده میره، تم همه روزاش سیاه‌سفیده. هیچ جا نمیتونه زیاد بشینه میذاره میره، فقط یه جوری طی بشه روزش. بیرون مثل زندونه خونه مثل سلولش. هی بیرون مثل زندونه خونه مثل سلولش. یعنی وقتی میاد تو خونه انگار مثل رفته تو سلول زندون، بیرون هم که میره انگار تو زندونه. فرق میکنه آدم زندگی کنه یا فقط زنده بمونه. رفتارام همه رو کلافه میکنه، از خودم در میرم اما فرار بی خوده. همه شبا رو مستم ولی خب به قول شاعر مستی هم درد منو دوا نمیکنه. حالم بهتره یه گوشه کنار توی تراس به زور سکام، ذوق خیلی چیزا. چقدر باحال قسمته که میگه زور سکام، صدای سرفه میاد پشت سرم. گوشه کنار توی تراس درد منو دوا نمیکنه. حالم بهتره یه گوشه کنار. حالم بهتره یه گوشه کنار. میگه گوشه تنهایی حالم من خیلی اینجوری بهتره، توی تراس با دود سکام. توی تراس به زور سکام. سکام میگه حالم فقط به زور سکام بهتره. ذوق خیلی چیزا رفته از تون، با اینکه دنبالشون مونده چشام. آخر هفته که میشه میگم از سر هفته دیگه لب نمیزنم دوباره دم دکه. خیلی وقت از مرحله پرته این آدم حساب همه روزا از دستش رفته. هی شبیه فیلم این قسمتش هم خیلی باحال بود. سر هفته دیگه لب، با اینکه دنبالشون مونده چشام. آخر هفته که میشه میگم از سر هفته دیگه لب نمیزنم دوباره دم دکه. میگه آخر هفته میشه میگم از اول هفته دیگه لب نمیزنم، ولی اول هفته تو لب دکم. خیلی وقت از مرحله پرته این آدم حساب همه روزا از دستش رفته. هی شبیه فیلم درامم که ای داره تلختر میشه ادامش. من موندم و یه سایم که اونم فقط تو نور میمونه کنارم. چی ورس مسلک خیلی خفن بود. فکر کنم به نظر من ورس مسلک یک جورایی دپتر و چجوری بگم، یعنی چیزی که مثلا نوشته بود به شنونده بیشتر اون حس رو منتقل میکرد. حالا به نظر من اینجوریه تا امیر خلوت و مهیار. چی داره میشه بگیرم یقه کیو تقصیر من همش، چی داره میشه میبوسم لب تیغو تو خونه هوا خفست، چی داره میشه میرن از دورم همه سخت تحملم، چی داره میشه تو چرم پر غمه هر روز تولدم. خب این آهنگم تموم شد و من بیشتر با ورس مسلک خیلی حال کردم واقعا. این حال به دلنشین تر بود، بیشتر باش میتونید ارتباط برقرار کنی چیزایی که میگفت. حالا من اینجوری هم شما نمیدونم. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو ما همراه بودین. چنل رو حتما سابسکرایب کنین، نظرتون هم حتما کامنت کنین، همه کامنت ها رو میخونم. لایک هم فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.